اول میگه که تو که همش میگفتی واسه مهاجرت کاری مدرک زبان لازم نیست. آره درسته، هنوزم میگم. پس حتما دلیل داشته که رفتم گرفتم. خب بچه اول از همه این که بگم که مرسی از اینکه همراه من هستین. واقعا باید ازتون تشکر کرد به خاطر اینکه ویدیوهای من دارین میبینین. با وجودی که ممکنه بگی که با مثلا کلا 200 نفر ویدیوهاتو میبینه، تهش 1000 نفر، ولی همون به من کلی انگیزه میده، انرژی میده و بدونم که دارم 200 نفر ویدیو منو میبینن و این خودش برای من خیلیه به نظرم. درسته که الان توی اینستاگرام حداقل 20 تا ویدیو منو میبینن تا 1 میلیون نفر، ولی برای من همین 200 نفری که میان کامل حرفای منو گوش میدن برام واقعا یک دنیا ارزش داره. همین اول گفتم ازتون تشکر کنم و بگم که دمتون گرم. بچه‌ها خیلی خیلی خوش اومدین به ویدیو خودتون و میخوام خیلی ساده و خودمونی بهتون بگم که من چی شد که مدرک B2 گرفتم. پس با من همراه باش. بچه‌ها خیلی از این چیزا میاد، اگه یهو دیدین که ترسیدم و اینجور چیزا خیلی کاملا طبیعیه. حتی ویدیو قبلی من میشناسین اگه دیده باشین. بچه‌ها الان اول از همه یه توضیح بهتون بدم که الان 2 روز پیش 13 به در بود و اینجا هم که هواش وقتی که ماه آپریل میشه خیلی هوا مودی میشه، یعنی مثلا صبح داری یخ میزنی و الان هوا 19 درجه است و من که این همه چیز پوشیدم واقعا دارم میپزم. حالا اشکال نداره. بریم سر اصل مطلب. اول میگه که تو که همش میگفتی واسه مهاجرت کاری مدرک زبان لازم نیست. آره درسته، هنوزم میگم. پس الان دلیل داشته که رفتم گرفتم دیگه. آقا میخواستم بهتون بگم پروسه زبان آموزیم چه شکلی بود. خب من از سطح آ1، حالا اصلا این سطح ها چیه اینا هم قشنگ میام توضیح بدم بهتون. آ1 داریم، آ2 داریم، B1 داریم، B2 داریم، C1 داریم، C2 داریم. آ1 میشه سطح مبتدی، B میشه سطح متوسط و C میشه سطح پیشرفته. مثل همه زبان ها اینا کامل ثابت هستن. و این سطوح زبان به این شکل هستن که شما در اصل اول باید خب اون آ1 رو یاد بگیری که آ1 معمولا پروسش یه چیز 2 ماه طول میکشه، آ2 به همین ترتیب و B1 به همین ترتیب. یعنی انتظار میره بعد از 6-7 ماه تو بتونی آلمانی در حد B1 باشه و بتونی باهاش حالا شروع کنی اپلای کردن واسه کاری آوسبیلدونگ که البته پیشنهاد نمی‌کنم، ولی حالا خلاصه که اینطوره. باشه پس من تا B1 رو خونده بودم خودم، یعنی با کلاس به صورت آنلاین و شرایطی پیش اومد که یه بچه گوگلی اومد و شرایطی پیش اومد که من کلاس B2 رو به صورت حضوری رفتم. خب ترجیح همین بود کلاس آنلاین برم، چون من کلا به نظر من واسه یادگیری زبان کلاس آنلاین یه مزیت داره، اونم اینه که کلاس ضبط میشن، بعد ویدیو روشنه، همه چی. یعنی به نظرم یه سری کارا از زمان کرونا میشه به صورت آنلاین انجام داد، مثل کار کردن، مثل کار کردن حتی با کامپیوتر، مثل کلاس زبان، مثل ورزش. خیلی چیزا میشه واقعا آنلاین پیش برد، واقعا نیاز نیست آدم بخواد هزینه بکنه، چون معمولا حضوری هزینه‌اش بیشتره دیگه. خلاصه که این بود پروسه تا B1 یاد گرفتن. B2 من به صورت حضوری رفتم. خب B2 که تموم شد، یعنی من بعد از 1 سال و 1 ماه 2 ماه تقریبا که بین B1 و B2 فاصله چند ماه بود، من زبان آلمانی رو یاد گرفتم، نمیگم مسلط شدم و بعدش دیگه دنبال کار گشتم و توی مصاحبه‌ای هم که داشتم و این رزومه درخشان من، این شرکت اول، شرکت دوم، شرکت چهارم، اینا هیچ کدوم از من روز مصاحبه مدرک زبان آلمانی نخواستن. خب یعنی همشون گفتن که زبانت اوکیه و حتی من کار اول به صورت مثلا حالت کال سنتری بود، یعنی پشتیبانی کامپیوتری بودم و هر روز تلفن زنگ می‌خورد. یه سری روزا تا 20 نفر تلفن زنگ می‌زدن و من باید باشون به زبان آلمانی حرف بزنم. خیلی سخت بود. یعنی اصلا میری محیط کار میگی کلاس زبان من همه درس خوندم، نمره هم خوب بود، چی الان چرا اینطوری شده داستان؟ بعد خلاصه که کلا شوک میشی، یعنی شوکه چیز کاملا طبیعیه. و حالا میخواستم بهتون بگم که چجوری شما زبان رو یاد بگیرید. پس من توی یک بازه 1 سال و 1 ماه زبان آلمانی تا B2 یاد گرفتم، بعد رفتم سر کار به زبان آلمانی و توی 4 تا شرکت به صورت متفاوت به صورت مختلف کار کردم و 2 تا شرکت اونا اوکی نشدن، 2 تا شرکت، یه شرکت که الانم کار می‌کنم، یه شرکت هم من اوکی نبودم باشون، اومدم بیرون. و بچه‌ها حالا اینا همه نکاتی هستش که میتونم تو ویدیوهای بعدی کامل بهش بپردازم که شما چیکار بکنین تو دوره آزمایشی و چیکار نکنین. آقا خلاصش بخوام بهتون من کلا با پا حالا میفته این چیزمو نیوردم، این
هولدره رو. بچه‌ها می‌خواستم بهتون بگم که حالا مثلا شما باید چیکار کنید. بچه‌ها کلا به نظرم که کلاس بریم. حالا اگر آدم خودم، یعنی من خودم، ما مجموعه‌مون خودمون هم کلاس آفلاین داریم هم کلاس آنلاین، ولی من همیشه بچه‌ها میگم اگه شرایط شرکت تو کلاس آنلاین رو داری، کلاس آنلاین برات اولویت باشه، بخاطر اینکه می‌تونی صحبت بکنی. ولی اگه شرایط شرکت تو کلاس آنلاین نداری، مثلا پرستاری، مادری، نمیدونم کارت سخته، نمی‌تونی برنامه‌ریزی بکنی که می‌خوای مثلا 12 شب تازه بشینی ویدیو ببینی، خب کلاس آفلاین، ولی در کنارش حتما یه معلم خصوصی داشته باش که مکالمه رو باهات کار بکنه. و کلاس آفلاین به تنهایی تنها ضعفش اینه که شما معلم ندارین، یعنی معلم داری ولی خب باهاش صحبت نمی‌کنی و اینکه خب یه مقدار سخته دیگه که بخوای مکالمت قوی بشه. پس لازمش اینه که کلاس آنلاین شرکت کنی یا کلاس حضوری، که خب حالا بستگی به مود هر کسی داره. من خودم به شخصه آدم آنلاین بازیم، یعنی کلا کلاس آنلاین رو ترجیح میدم. بعد از این و بچه‌ها استمرار 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 این چیزیه که توی یادگیری زبان آلمانی اصلا چیز نکن. ببین من الان 4 ساله که داریم زبان آلمانی رو به بچه‌ها یاد میدیم با حالا تیمی که داریم و بچه‌ها یکی از بزرگترین ضعفاشون اینه که خیلی ماهن، خیلی خوبن، ولی یهو طرف آ1 میخونه میگم برم دوره کنم بیام، برم آ2 رو دوره کنم میام، بعد طرف 6 ماه نمیاد، هی بهش پیام میدیم عزیزم نمیای، نه هنوز دوره نکردم، بعد طرف برمیگرده میگه من میخوام از آ1 بخونم، چون یادش رفته. پروسه زبان آموزی عمل استمرار باشه و اینکه اگه استمرار نداشته باشه قطعا توش موفق نمیشی. و بعدش هم که به 2 تموم کردیم اینجوری نباید باشه که بگی خب دیگه میذارمش کنار و دیگه اوکی شد و به 2 رو یاد گرفتم و دیگه تمام. نه آقا، نباید بذاری کنار. بعد که تموم شد بعد خودت آماده امتحانی بکنی، اگه آدم امتحانی هستی که درس بخونی، اگه نه آماده مصاحبه بکنی، مثلا بری بشینید مصاحبه ها رو ببینید توی یوتیوب، از کسی که مصاحبه داشتن سوالاشون رو بپرسیم. مثلا من خودم یه دوره کوچ گذروندم، به وربونکس کوچینگ گذروندم و خب مثلا میتونی ازم یه کمک بگیری. مثلا من تو اینجا دورش رو گذروندم و آگاه هم به اینکه چه سوالی قرار بپرسن، روالشون میشه شکل و اینجور چیزا. پس این بود از داستان اینکه پروسه زبان آموزیتون بچه شکلی باشه. حالا من چه کتابایی خوندم اون زمانی که من یاد گرفتم؟ کتاب منشن بود و کتاب B2 اینجا اسمشو می‌نویسم، اسمشو الان این خاطرم نیست، ولی اینجا می‌نویسم که چه کتابی بود و اوکی بودن همشون. الان دیگه منشن خوب منسوخ شده دیگه، کتاب شتارتن ویا هست و اینکه دیگه اون الان مثلا رو بورسه. و بچه‌ها من پیامایی می‌بینم ازتون که مثلا میگین که مثلا پارسال پیام دادی دوباره امسال هم پیام دادی، یعنی پروسه زبان آموزی چون بیشتر کسایی که میخوان آلمانی بخونن قطعا میخوان مهاجرت بکنن، مثل زبان انگلیسی نیست، مثلا شاگرد خواهرم ستاره که مثلا طرف بخواد واسه کارش مثلا دنبال زبان انگلیسی باشه، واسه خودش واسه سفری که میخواد بره و اینا. بچه‌های زبان آلمانی کسایی که میخوان مهاجرت بکنن، به خاطر همین اول از همه تصمیم بگیر میخوای مهاجرت بکنی یا نه، بعدش بیا زبانش رو یاد بگیر. تو زبان آلمانی انصافا میخوام بگم زبان سختیه، ولی یه انگیزه بهت بدم. بچه‌ها رئیس من نزدیک 60 سالشه و فقط و فقط به خاطر اینکه میخواد بره سفر داره زبان اسپانیایی یاد میگیره و همش هم داره تمرین میکنه، یه معلم داره و فلان. یعنی همیشه پس از ذهنت بگو اونی که تو آلمانه حتی شاید نیاز داشته باشه بخواد زبان اسپانیایی یاد بگیره، ولی داره یاد میگیره به خاطر اینکه مثلا میخواد 2 هفته تو سال بره مسافرت. پس منی که میخوام مهاجرت کنم چرا نباید زبان آلمانی یاد بگیرم؟ اینو خیلی بهش توجه کن، همیشه یه انگیزه واسه خودت داشته باش و وقتی هم که کلاس بری انگیزه چند برابر بشه، به خاطر اینکه پشتیبان میاد مثلا به پیام میده پیگیری میکنه، ولی وقتی خودت میخوای بخونی ممکنه مقدار انگیزت کمتر بشه، مگه آدمی باشی که مثلا بگی من با سر 6 ماه مدرکم آماده باشه. و بچه‌ها واسه آزمون چه کار کردم و چرا آزمون دادم؟ خیلی ویدیوش طولانی میشه، شاید بهتر باشه الان الان فکر کنم 10 دقیقه شد، اینجا که 8 دقیقه است، قبلش هم 1-2 دقیقه حرف زده بودم، فکر کنم 10 دقیقه شد. آقا یا آقای رجب بچه‌ها کلا من امتحانی که دادم امتحان تلک بود اینجا، چون که برای کار اقامتم این امتحان رو دادم، وگرنه شرکت‌ها هیچ کدوم از من مدرک نمی‌خواستن. بعد به خاطر اقامت اینو دادم و دلیل دیگه نداشتم. اگه نیازی نبود مثلا اقامت و اینجور چیزا من اصلا هیچ وقت مدرک امتحان زبان رو نمیدادم، چون نیازی دادم وقتی نیازش نباشه انجام نمیده دیگه. ولی اگه بخوای مثلا مهاجرت تحصیلی کنی 100% دانشگاه میخوان، ولی مهاجرت کاری خوبش اینه که خیلی از شرکت‌ها نمیخوان، مگر اینکه تو زبان واقعا خوب نباشه و لازم باشه که براشون بفرستی. هر چند من میگم بهتره که مدرک رو داشته باشی که خودتو مجبور بکنی بخوای زبان بخونی. اگه آدمی هستی که تا امتحان، مثلا دوست من الان داره آیلتس میده و خود رفت بعد یه امتحان بوک کنه که بشینه بخونه،
و تا زمانی که این امتحان رو بوک نکنه این نمیره بخونه. میدونی چی میگم؟ خیلی شکلیه. من چون خب درگیر زبان بودم تو محیط کار، به خاطر نیازی نداشتم واقعا که بخوام مجبور بشم. میدونی چی میگم؟ آلردی 8 ساعت تو روز مجبور بودم که این زبان رو صحبت بکنم. پس خلاصه مطلب، استمرار داشته باشین، کلاس برین حتما، یا معلم خصوصی داشته باشین. اگه دوره آفلاین میخونی کنارش معلم بردار، مثلا هر ماهی 10 جلسه حداقل بردار، از خود امتحان بگیر یا برو امتحانا رو ثبت نام بکن. میدونم هزینه‌اش گرونه، زمانی امتحان ثبت نام بکنین که آماده شدین و نیازی نیستش که اگه میخواین امتحان آیک بدین، مثلا آدو بدین برین آیک هم امتحان بدین. خیلی اینو نمیدونن. و بچه‌ها انگیزتون باید خیلی بیشتر باشه. بگید که من میخوام مهاجرت کنم، پلن امسالم گوشم مهاجرت کنم و باید این مدرک زبانه رو بگیرم. نهایتش اینم که مهاجرت نمی‌کنی، تو مدرک زبان داری، یا میری معلم زبان میشی، یا اینکه بالاخره هر جا نشستی میگی من 2 تا زبان بلدم حرف بزنم. چون انگلیسی که واقعا خیلی بلد نیستن، فقط فارسی بلدیم تو جامعه ما. مثلا این خارجی‌ها که می‌بینی میرن چیز، خیلی کمتر کسی انگلیسی بلده. شاید بگم 20% جامعه بلدن. و مثلا میگه حالا زبونی بلدم دیگه، مثلا میتونی معلم بشی ازش استفاده بکنی، یا میتونی ازش استفاده بکنی فیلم ببینی، نمیدونم سریال ببینی و کارهای دیگه. و بچه‌ها در مورد امتحان ترک ترجیح میدم که توی ویدیو دیگه براتون صحبت کنم. دوست داشتم که الان کامل اونم بهتون بگم که مثلا امتحان ترک چه شکلی بود، شامل چه مواردی بود و چیا خوندیم و چیا نخوندیم و چجوری قبولش شدم. ولی خب احساس می‌کنم که خیلی دیگه تایم ویدیو زیاد بشه و توی ویدیوهای بعدی اگه دوست داشتین این ویدیو رو لایک کنید و بعدش توی ویدیوهای بعدی من راجع به امتحان ترک مفصل بهتون توضیح میدم که به چه شکله و با هم دیگه میریم جلو. نگران نباشین، من یادتون میدم که چیکار بکنین. فقط الان که فروردین استارتش رو بزن و پروسه زبان آموزی تو شروع کن. میدونم من خودم آدمی بودم که کلی دنبال کلاس زبان گشتم، کلی وقتمو صرف کردم الکی که پشت گوش بندازمش. یه مدت داشتم انگلیسی میخوندم در صورتی که من مثلا مهاجرت کنم آلمان و زبان آلمانی برای من خیلی مهمتر بود. خلاصه که اگه بخوام برگردم عقب قطعا کلاس زبانم زودتر میرم یا پروسه زبان آموزیمو زودتر شروع میکنم. مرسی از اینکه همراه من بودین. این رو یادتون نکنید من خیلی زیاد دوستتون دارم. ماچ بهتون. خدافظ.